یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های دیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی. یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های شیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی. تو خورشید جهان تاجیکستان، عزیز و مهربان تاجیکستان. با آب و خاک تو شکرانه دارم، نگین این جهان تاجیکستان. با کلام شکرانه آغاز میکنیم برنامه تفریحی یاد روزگار شیرین را و چهره امروزه برنامه ما است یک نفر بانوی خوش سلیقه، شاعره شیرین کلام، شاعره محبوب و دوست داشتنی مهرنیسا. واقعا امروز مهرنیسا در بوستان پرنفاست ادب در گلستان نظم تاجیک با آرزو و امید و هوس‌ها گل شعر می‌کارد. شعر او حسن دیگر، طراوت دیگر دارد. شعر او در ادبیات تاجیک نقش و موقع خاصه دارد. امروز سر سفره ما حضور دارند مهمان بسیار ارجمند، دوست ایام کودکی های شاعره مهرنیسا، شاعره بسیار عزیز و گرامی ما، شاعره شیرین کلام بهرنیسا. خوش آمدید. تشکر. سلامت باشید. می رویم به ایام کودکی های شما با چهره امروزه برنامه ما شاعره مهرنیسا. چگونه ایام کودکی ها داشتید؟ واقعا ایام کودکی خودش ایام شیرین و گوارا. به قبل استاد لایق که باز میخواهم که از نو کودکی نادان شوم و در این ایام کودکی ما همراه مهرنیسا در یک گذر زندگی میکردیم، در یک کوچه قاقوری میگفتن و همگذر بودیم. بعضا اون کس خانه ما می آمدن، من خانه اونها می رفتم. چند وقت اول از زاچه بازی و لختک بازی سر شد. یعنی ما لختک بازی میکردم، لختک ها ما می طلبیدیم، می بردیم خانه یک دیگر ما مهمان میکردیم. بعد اندکی که کلان و سینمون به مکتب خانه رسید، اینه ببینید که بازم در یک مکتب ما همراه مهرنیسا تحصیل کردیم. در مکتب تحصیل میکردیم و دوگانه جوانی که شدیم همه وقت بعد از درس ها یا در وقت تنفس ها ما مهرنیسا که میشتیم فقط شعر از یاد میکردیم و سرود میخوندیم، بیشتر سرود میخوندیم. همون وقت بوی محمد نیازف و معروف خوجه بهادروف، برنا اسحاق و من اینا بسیار مشهور بودن سرودشون.
هنرمندانی محبوب هنرمندای محبوب ما بودن و همون سروداشون دل ما به میشیشت. اینا بینید که نمیدونم اکن صنف 5 میخوندیم 6 میخوندیم ولی ما جدا کرده علاکنی میتوانستیم که کدوم سرود خوب دلنشین و ماندگار همونا گوش میکردیم و با همراه زمزمه میکردیم. بعد من یک سرودی بای محمد نیازوف میخوندم ببرد از من قرار و طاقت و هوش بوتی سنگین دل و سیمین بناگوش. همینو بسیار نغز میدیدیم. لبی نوشش بعد لبی نوشش لبی نوش فقط هم خیلی لبی نوشش لبی نوشش لبی نوش سرود میخوندیم. بازم همون درباره تاجیکستان اون وقت چند شعره که میبرامد میگفتیم مکان بیغبارم تاجیکستان امید و افتخارم تاجیکستان. من همه خیلی شعرخوانی میکردیم همراه. بعد مهرنسو از در مکتب همون معرکه های فرهنگی مکتب خیلی فعال بودن نسبت دیگران. بله برآمد میکردن سخنرانی میکردن همون وای هستن شخصیت هایی که مثلا تیز مثلا همون چیزاشون گفته نمیتونن کو لیکن این کسی خیلی نبودن. همین در یکم مجلس شنیدم در یکم معرکه شنیدم حتما همین سخنشون رو میگفتن. مثلا من این خیلی نبودم من نمیگویم همین سخنم بعد خانومه که اومدم پشیمون میشم که چی من همین گپ من نگفتم. ببینید یک وای بودن ده از همون اول فعال بودن. خیلی خلاصه که ما یک مکتب تمام کردیم مهرنسو اومدم قبول شدن دوشنبه به انیورسیتی دولتی تاجیکستان به نام ولادیمیر ایلیچ لنین بود فاکولته تاریخ به قبول شدم. من فاکولته اقتصادی به قبول شدم. یعنی پیراهی کودکی ما رو آورد به پیراهی با جوانی پیوست کرد دوشنبه به اختصاص ها جدا شدن. بله اختصاص ها فقط جدا شدن و لیکن با همون رفت و آمد و با همون دوستی و با همون صداقت و باز همون مهر محبت بود. اینم چی ماهانا جلب میکرد یعنی همین شعر سرود نظم. بله نباشد منم بسیار گناه ها داشتم مهرنسویم هم خیلی لیکن مهم به هم نزدیک بازم از اون سبب شدیم که یعنی یک چیز دوست می داشتیم ده هم قلم بود. بله همون فرض کردیم من اگر شعر می نوشتم می بودم اون کس به نشون می دادم اون کس شعر می نوشتن می آوردم من به می خوندن می دونید همه خیلی یک همکاری ایجادی سر شد موبا. بازم اون کس انیورسیت تمام کردن منم انیورسیت تمام کردم اینا بینید که تقدیر اون کسم انستیتوت شهرشناسی به راه خط گرفتن. من انستیتوت اقتصادی اکادمی فن ها معلوماتی دویم نه این برای فعالیت من بعد برای فعالیت علمی دوام دادن. من اسپرانتورا داخل شدم اون قسم فکرم اسپرانتورا داخل شدن. خلاصه که ما همین 2 نفر به 2 اختصاص قبول شدیم تمام کردیم ولی از بس که همین در ما خون ما در چی بود احساسی وای داشتیم ده همین شعر و یا ایجاد کوری و همین سرود نغز میدیدیم و بعد مثلا همه وقت همین یک ادبیات برای ما نمیدونم فرض کردیم یک دوگانه بود می یک دوست ما بود می یک بسیار همین یک دوستی بود که وای نتوانستیم از وی جدا شویم. برای همینم مهرنسویم بعد انستیتوت شهرشناسی و کار کردن در بسیار مکتب های میانه اونجا کار کردن و بعد این مجله کار کردن فیروزه با کار کردن. من روزنامه تاجیکستان سوویتی حاضر جمهوریت با کار کردم. بینید که همین عشق شعر و سرود ماهان از همون 2 طرف علم جدا کرد و با ادبیات نزدیک کرد. به دنیای نظم. به دنیای نظم و به دنیای شعر و سرود. رو به ثنا فتادنم لب دعا گشادنم سر به زمین نهادنم به خاطری تو بود و بس. رو به ثنا
نگشتنم با پای دل نگشتنم رفتن و بر نگشتنم به خاطری تو بود و بس زی بحر خود گذشتنم با پای دل نگشتنم رفتن و بر نگشتنم به خاطری تو بود و بس به خاطری تو بود و بس به خاطری تو بود و بس. اولین استاد شاعر مهرنیسا کی باشند؟ اکنون مهرنیسا از بس که من با اون کس خیلی رفت و آمده زیج داشتم، نزدیک داشتم، اویلهشون میدونستم. مهرنیسا در یک اویله تولد شدن و زندگی کردن که در اون اویله انسان‌های صاحب دل بزرگ، انسان‌هایی که بسیار مهر و محبت بزرگ داشتن. یعنی یک اویله‌ای که در اساس یکدیگر فهمی، در اساس عشق و محبت، در اساس مثلا احترام یکدیگر را به جا آوردن زندگی کردن. و فکر میکنم که پدرشون یک شخصیت بسیار دانشمند بودن، یک شخصیتی بودند که هم کارهای دولتی به سامان میرسوندن و هم به ادبیات داننده بسیار شعرهای کلاسیکی بودند. خسرو دهلوی نغز میدیدن، نظامیه بسیار دوست میداشتن، جامعه دوست میداشتن، از کلاسیکو بسیار دوست میداشتن. و ببینید که همین دوستداری همین خیلی شد که مهرنیسا اینا 10 نفر، یعنی 4 نفر 6 نفر دختر و 4 نفر پسر. و همین 4 نفر پسر نام‌های شاعران بزرگ ماندگی: نظامی گنجوی نظام الدین، کمال خوجندی کمال الدین، فاتح نیازی فاتح جان، علیشیر نوایی علیشیر میربابا که استاد دانشگاه ملی هستند. همین دوستداری من فکر میکنم که برای همه فرزندها البته روانا کرده شده بود. همین فرض کردیم همین فرهنگ دوستی پدرشون و ادبیات دوستی این کس، لیکن به مهرنیسا بسیارتر تاثیر کرد. پدرشون وقتی که ما خونهشون میرفتیم یک تار داشتن، تار میگرفتن از دیوار و صدای نغز داشتن. واقعا خیلی صدای ملکوتی داشتن، یک صدای آرام کننده، یک صدایی که آدم دلخوش میکرد. همه خیلی صدا داشتن پدرشون. بعد میخوندن ای چهره زیبای تو رشکی بتان آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. بهترین شعرهای میخوندن. یعنی همین امروز من فکر میکنم که همین شعرهای مهرنیسا دوام صدای تارهای پدرشان هستند. زیرا پدرشان شاید شعر نگفتن، شاید مثلا یکون سروده که در چی باشد در صحنه اجرا نکردن، ولی مهرنیسا به این گذشت. یعنی استاد عملشون من فکر میکنم که پدرشون هست. دل را بودن را برای دل سپردن دوست دارم، رازی عشقم را بسازی دل سرودن دوست دارم. دل را بودن را برای دل سپردن دوست دارم، نازی عشقم را بسازی دل سرودن دوست دارم. در دلی تنگم جهانی آرزو می پرورم، قصه هایم را به گوشی با دو گفتن دوست دارم. می روم تا ساحلی
لحظه از عالمی خود آرمیدن دوست دارم. در دلی تنگم جهانی آرزو می پرورم. قصه هایم را به گوشی با دو گفتن دوست دارم. میروم تا ساحلی دریا و می جویم پناه. لحظه از عالمی خود آرمیدن دوست دارم. وابسته به مضمون و محتوای شعرهای شاعر مهرنسا شما همچون هم قلم چی گفته میتوانی؟ من البته شعرهای مهرنسا همش میخونم، چون که گفتم که از کودکی یک جو مثلا کلان شدیم و همون شعرهایی که اولین شعرهای یکدیگر میخوندیم تا امروز هم اگر یک شعر مهرنسا در یکان روزنامه می یا اینکه در کتاب های علاهیده می برود من حتما میخوانم. موضوع های شاعر مهرنسا پیش از همه درباره مادر بسیار شعرها مادرنامه‌شون بسیار خیلی جالب است، خیلی هم محزون کننده است. وقتی که البته آدم درباره مادرش شعر میگوید، این مادر این وطن است، درباره مادر وطن. و عجیبش این که مهرنسا هم درباره مادر بسیار شعر گفتند، هم درباره وطن. این دو چیزی که توأم هستند، دوگانه هستند، از هم جدا نیستند. اینها یکدیگر رو چی گویم پرره میکنند، یکدیگر رو پرره میکنند. یعنی وقتی که ما وطن میگوییم، ما مادر وطن میگوییم. یعنی وطن دوست داشتن هم از اون که مادر ما چقدر ما دوست میداریم. یعنی وقتی که ما اگر گوییم که ما مادر ما دوست میداریم، اینجا گویا وطن ما دوست میداریم. اگر وطن ما دوست میداریم به خاطر اون که در این وطن مادر ما هست، مادر ما دوست میداریم. و بیشتری شعرهای مهرنسا، البته من منقد شعر نیستم، ولی از اون که من خودم برداشت میکنم از شعرهای مهرنسا، اصلا درباره مادر موضوعهای گوناگون دارند و بیشتر درباره مادر و وطن. بعد درباره عشق، درباره محبت که به این هیچ بوده نمیتوانند. یگان شاعری نیست که از همون نوقلم وقتی که انسان همون احساسی و دوست داشتن میکند، خود من فکر میکنم که همین احساسی دوست داشتن، یک کس به شما معقول شدن، یک کس از دیگر کس بیشتر دوست داشتن، انا همین وقت آدم حس میکند که شما شعر میگویید. یعنی شما برای همین هم عشق در ایجادیات مهرنسا بسیار موقع بزرگ دارد. عشق مهرنسا عشق یک درد آلود، محزون، مثلا وینی عشقی که انسان ها به یک روشنی میدهد، دلهای منور میکند. فرض کردیم از بس که این سه موضوع در ایجادیات مهرنسا موقع اساسی دارند، هم آوازخوانای ما در به همین شعرها آهنگ بستند و بسیار شعرهای مهرنسا سرود شدند. برای اون که این شعرها در اون مایه خودشون الکانیم آهنگ داشتند. وقتی که شعر خودش آهنگ دارد، مثلا با آهنگ تولید می شود، برای آهنگسازا هم این آسان دست می دهد و برای آوازخوانان هم، سراینده های هم آسان دست می دهد که خوانند. فقط همینجا گفتنی هستم که برای شخصا شاید همه به همین شعر معقول شده باشد. یک شعری بسیار چی گویم، شعری کلاسیکی بودیم، برای مادر نوشتگی و با آواز فارمی
نگین امانقل و با نوازش بسیار دلانگیزی جمشید ارگشف و تنبورکتی خواندگی بودن. میرسد فورم به گوشم الله های مادرم، میرسد فورم به گوشم الله های مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم. میرسد فارم به گوشم الله های مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم، روزه رضوان جانم در نگاهی گرمی اوست، روزه رضوان جانم در نگاهی گرمی اوست، شادی های روزگاری من عطای مادرم، شادی های روزگاری من عطای مادرم. واقعا هم تشبیه هایی که امروز شاعر مهرنیسا در شعرهایشان دارند، در دلخواه شعرهایی که ایجاد کردند و روی اوراق آوردند، تشبیه های خیلی خوبند، تشبیه های هستند که منطق و مضمون بسیار بلند و والا دارند. و امروز که شما همچون دوست ایام کودکی ها در برنامه ما اشتراک دارید، هست یگان قصه بسیار جالب از آوان کودکی ها که برای بیننده برنامه تفریحی یاد روزگار شیرین اینجا شما قصه کرده بتوانید. ما بسیار لحظه های شیرین داریم، بسیار لحظه های شیرین داریم و اکنون از کدامش من سر کنم نمیدونم، چون که برای من همیشه هم قیمت، همیشه هم ارزشی بلند دارن و بسیار یک چی گویم دوره های کودکی ما همه خیلی گذشتگی که من نمیتوانم که حتی یک سطری همون خاطره، یک سطری همون یادگار را خط زنم. و به یادم میبیاد وقتی که من خانه مهرنیسا رو می آمدم، اونجا یک محفل ادبی بود، یک محفل ادبی بود، همه با راهبری پدرشون هر کس شعر خودش میخوان یا سرود خودش میخوان. اونجا یک محفلی بود که استعدادها بودن و شنونده هایم بسیار و انسان های ذکی بودن. من همین یاد دارم که خانواده خود مهرنیسا و از خانواده ما هم توجه به همون سرود و شعر بسیار داشتیم ما، یعنی بسیار امتحان جدی بود، بسیار همه خیلی صحبت ها می آراستیم که اونجا هم نه فقط تعریف بود، فرض کرده میگفتن که این شعر نغز خواندید شما یا این سرود نغز اجرا کردید شما، اونجا ماهانا گوش میکردن، یعنی اونجا ماهان به راه بلندی میکردن. مثلا میگفتن که انا بهرنیسا یا مهرنیسا تو در اینجا من این آهنگ نادرست مثلا تلفظ کردی، آوازخوانی کردی، یا اینکه مثلا این مصرع شعرت در اینجا مثلا این کلمه بیجا استفاده برده شدگی. یعنی همون بازم میگویم که همون خانواده وی بود، یک مکتب بود، زیایی یک مکتب. مثلا من وقتی که خانه مهرنیسا رو میرفتم، دفتر و قلم گرفته میرفتم که مثلا یگان
چی بود برداشتم همون دفتر و قلمم با نویسم گفته این هیچ وقت از یاد من نمی رود برای اون که ما بینید که این عمره که یک عمر بسیار دراز دیدیم و شاید که وقتی که من محفل های گوش میکنم در یک محفل های اشتراک میکنم همون محفل یادم می آید آوانی کودکی بله همون محفلی که همچون همون یک نقش برین همون در خاطره من ماندگی البته خاطره ها بسیار هستند وقتی که با یک انسان اینقدر همراه زندگی میکنید خاطره ها بسیار هستند خاطره های شیرین و هیچ گزیدوده نخواهد شد هیچ وقت چون که انسان میدونید از همه بسیار برای انسان خاطره عزیز است زیرا هر حادثه ها به وقوع می آیند و حادثه ها گم می شوند ولی خاطره می ماند ثبت می شود بله ثبت می شود و همین خاطره انسان ها رو دوستیشون رو محبتشون رو قوی می گرداند و انسان ها رو در زندگی که بسیار سر تشویش و پرتلاطم است نگاه می دارد اخترم گوهرم یاورم جان مادرم اخترم گوهرم یاورم جان مادرم غمبرم شهپرم بالتر از رویای من تویی ای طلوع زندگانیم کوثر و تو بای من تویی در باره شخصیت چهره امروزه برنامه ما شاعره بسیار شیرین کلام مهرنیسا شما همچون دوست همچون هم قلم چی گفته میتوانید؟ شخصیت مهرنیسا یک شخصیت یک انسانی که من از همون شعرهایشون بر علم مشاهده کرده می شود که شاعره که درباره وطن یک شخصیتی که مادرش اینقدر بسیار وصل میکند وطنش اینقدر وصل میکند به عشق اینقدر سجده میآورد چخیل بوده میتواند یعنی اگر گوییم که امروز ما گوییم که ما هم وطنمون دوست میداریم یا مثلا ما مادرمون دوست میداریم ولی در عمل ما یگان چیز برای مادرم و برای وطن ما نکرده باشیم پس این چقدر دوستداری می شود و اینجا دوستداری مهرنیسا وطنشون مادرشون و عشقشون همین که به همین ها صادق هستند وقتی که انسان به کسبش صادق وقتی که انسان به هنرش دوست می دارد هنرش از هنرش خودش جدا نمی کند وقتی که هنرش برای مردمش روانه می کند و یک شخصیت بلند است بعد بازم باید اینجا من ذکر کنم که مهرنیسا در برابر آن که کارهای ایجادی داشتند اینقدر کتاب‌های بسیار مجموعه‌های شعری بسیار دارند و آخرش دیوان مهر است بسیار کتاب‌ها ایجاد کردند لیکن در کارهای جمعیتی هم فعال بودند اون کس اعضای پارلمان بودند اون کس راهبری خوبان پرسگو بودند
که مثلا در باره تمام زنهای آسیای مرکزی مثلا این مقاله ها شعرها چاپ می شد و همه خیلی. بعد انا بسیار در بسیار کنفرانسیه ها در بسیار جلسه های بین المللی در موضوع مثلا زن مادر برآمد کردگی، یعنی همون اصالت زن، رسالت زن بودن ما رو، یعنی زن تاجیک، یعنی موقع زن تاجیک رو برای عالمیان معرفی کردگی در یک مجلس، در یک معرکه همه وقت هستند. من میگم که این کس از همه ایام کودکیشون فعال بودن و شکر که تا امروز فعال هستند. من نمازم را به نامت میگذارم تاجیکی، افتخارم تاجیکی، دارو ندارم تاجیکی. عطر آمیز و فرح افزا هوای کشورم، لفظ شیرین و زبانی شیر دارم تاجیکی. لفظ شیرین و زبانی شیر دارم تاجیکی. در سخاوت آفتابم، در ترحم مثل ابر، ذاتشی سغدی به جانم کوره دارم تاجیکی. دوست آید خاک پایش توتیا سازم به چشم، نوری دیده تاجی سر باشد شعارم تاجیکی. نوری دیده تاجی سر باشد شعارم تاجیکی. از این منبر بسیار بلند به دوست ایام کودکی هایتان و همقلم بسیار عزیزتان شاعره مهرنسا، شما همچون دوست چی گفته میتوانید؟ دوست چی میگوید برای دوست؟ دوست میگوید که بگذار دوستی من همیشه صحت و سلامت باشد. بگذار تمام حاضر مهرنسا صاحب یک عائله بسیار واقعا سالم عائلهشون، من حرف نزدم. در اون عائله شوهرشون دکتری فنهای فیلولوژی پروفسور هستند، شهباز کبیروف. پسرشون خورشید دکتر فنهای فیلولوژی هست، بسیار یک مانند خورشید اما وقت تابنده. فریدون در یک ساختمانی کار میکند. دخترشون پروینه، شما نمیدونم تخمینا میدونید نمیدونید که پروینه اینقدر شعر بسیار از اون میدوند، اینقدر شعر را دوست میدارد و قرائت شعرش بسیار ناز است. من بسیار میخواهم که من مهرنسا با همین اهل عائلهشون، البته اینجا کلینو هستن، اینجا نبیره ها هست، نبیره های دوست دارمشون هستن، دومات هست، همشون با همین اهل بیتشون همه وقت تنشون صحت باشد. و تمام آرزوهایشون رسند و برای اونهایی که از مهرنسا باز همچون یک شعر آرزو میکنن، قلمشون هیچ وقت کند نباشد، همه وقت تیز باشد، برو باشد. سلامت باشید. بینندگان ارجمند، این بود برنامه تفریحی یاد روزگار شیرین که اطراف چهره امروزه برنامه شاعره دوست داشتنی، شاعره محبوب ملت، شاعره شیرین کلام مهرنسا ما صحبت داشتیم با دوست ایام کودکی های چهره امروزه برنامه، با هم قلم آن کس بهرنسا که منظور شما گرداندیم
برای دعوت ما را پذیرفتن و صحبت بسیار صمیمانه به شما اظهار تشکر میکنم. سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. از این منبر بسیار بلند به چهره امروزه برنامه بانو مهرنسا پیش از همه تندرستی، خوشبختی و سعادتمندی را تمنا میکنم. تا برنامه های من بعد شاد روز بمانید. یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های دیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی. یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های شیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوان.